من یه روزی به شیما خواهرم گفتم که تو بچه داری، جمع کن برو. گفت که یه جمله گفت که واقعا زندگی منو به هم ریخینی. گفت اگر ما اونجا بمیریم، من و شیما خیلی راحت راجع به این چیزا با هم صحبت میکنیم، یعنی مثلا خدایی نکرده نداریم، میمیریم دیگه. اگر ما اونجا بمیریم چه اتفاقی میفته؟ گفتم هیچی، جنازه هامون رو برمیگردونیم اینجا خاک میکنیم. گفت وقتی من یه جنازه بیجونم رو میخوام تو این خاک بذارم، بدن جوندارم رو تو این خاک عمرش رو سپری نکنم. گفتم چه چیز عجیبی. گفت ما هممون موقع مرگ دلمون میخواد اینجا خاک بشیم، انگار خاکش فرق میکنه، انگار یه جای دیگه باشیم غریبیم، بعد ولی دوست داریم یه جای دیگه زندگی. خیلی چیز عجیبی برا من بود. آره ولی درسته، واقعا درسته. مرگا به من که با پر طاووس عالمی، یک موی گربه وطنم را عوض کن.